همدوران عزیز سلام علیکم. 19 آگوست سال 2025 دین ما همینجا جان کندیم، جفا کردیم و برای آب همین قبر رو همینجا جایگیر کردیم. در قسم پایینش حوض کوفتیم، چشمه برآمد، چشمه نغز برآمد، یک بقلشکا آب بارین و تروبه را مونده بخش سنگ پرتوفا با بالوش خیلی تپچه کردیم. از زمین بالو با یک 2 متر دیگه هست، تک بخای خیلی یک 2 متر دیگه در تگی آب هست، حوزه‌اش 1.5. و بعد آبی سوی رو من شما گفتم که آبی سوی رو ما میگردونیم با طرف همین قبور میبریم. من این آبی سوی که بغرض از چشمه که خودش داشت آبی سوی اومده است، ایستاده است. من ببینید آبی سوی سحر قطعی بسیار است. و من چرا قید کردن هستم بینید که همین اوره کرده تگ سنگ های ما در آمده ایستاده است. یعنی که انا بینید دید از اون طرف رو انا آب جوری شده آمده ایستاده است. از بالا بینید چقدر سحر روز قدی آب کلان آمده است. بینید و رست زیر همین حوض ما داخل شده ایستاده است. از بیخی همین سنگ ها، این سنگ ها البته بهار حال پر می شود چون که اینجا سیل می بیاید، سیل های نهایت کلان می بیاید، نهایت کلان می بیاید که ماشین ها و خانه ها رو شده می برد. من برای چی در اینجا این تروبه رو زدم؟ حاضر به شما میگم که محض برای چی در اینجا این تروبه رو برای چی در اینجا زدم. من در دیگر جا نه، در همینجا. یکمش اینجا یک نمی بود زدیم چشمه برآمد. دویمش ان اینجا که میبینید شوخ است. شوخ یعنی که زمینی که با مانند بیتون شدگی است، سنگ و قم یک جای در مدار زمان بیتون شدگی است. سیل میبیاد میزند، بعد این طرف میگردد، این طرف میرود. یعنی که قبوری که ما چسباندیم یک 50% از دم سیل پنهان است. این دم سیل رو ان همین شوخ میگرداند. ان همین رو من به نظر گرفتم. اکنون هوایی نمیکنید که یک تحلیل کردن در کار، یک عقل رو کار فرماندن در کار. من آب چنان با بسیار شده است که زیادیش از اینجا با چشمه زده برآمده رفتاده است. من ببینید از جوگوری ما زیادی کرده برآمده رفتاده است. انا خدا خواهد از من رفته در اون تروبه رو به شما نشون دهم آبش رو. ما اومدیم نزد تروبه‌ای که در اینجا گوراندگی هستیم و از بالش نگاه میکنیم که آب هست یا نیست. آب هست. نه افتاد برای قسقس است. باید یک چیز دیگه بینید. اگر اهمیت شما آب رفتاده است در تک بینید جومی شده است. اونجا شمال نیست که جومد آب رفتاده است، گذشته ایستاده است درون قبری من. اکنون کاری من فکرم با که 70% حاضرش برار گرفتگی. اکنون چیکار میکنم؟ اکنون درون همه قبر من اساسی رکت میپرتم. بینم که کن اساسی کالتچه باشد که بلندی 100 متر آب برورد، برای که بلندی من 65 متر است باقی من از اینجا. و یکم شلنگ 35 و 25 نمیدانم کدامش رو گرفتم و گنراتور میبریم ولی سوید نمیگذارونیم برای که ولی تصدیق شود آبی من. از سحر تا بگاه ما آبش رو میکشم. کنی همین آب رو همین زیر زمینی ما همین آب رو تأمین میکند. کشیدن آب در قبوری شلنگ 25 لوله 25 اگر تأمین کند از هر تا بگاه بیاد و آبی حوضی همین زیر زمین تمام نشود، یعنی که من بیمالول 1.5 کیلومتر لوله هایم رو میگذارم، قبرهای پلاسماسی رو میگذارم و همینجا برق میبیاریم. دیدید همینجا برق میبیاریم، از اونجا بعد اینجا قریب 1 کیلومتر. همدوران عزیز انا این ما امروز کتمان گرفتیم که کار میکنیم. یکی خدا اگر آب نآمده باشه که نه خدای تعالی نبینید که آب یک شب تا سحر آمده با همین جوی برچه ما در همینجا داخل شده است که ما چی میگیم؟ خدا با شکر میگیم. انا همدوران عزیز این بود یک نواری از کارهای من، کارهای من که دینه نشان داده بودم با شما. کارهای نهایت بسیار کردیم دینه و کسلی شدم. امروز تا ساعتی هم با خدا تا ساعت 10 خواب بودم، مانده بچیدیم.
این آب برای آبیارکنی باغ می رود، زیادترش به یگان اهالی می رود، به باغ همسایه می رود. دینا یک آدم نشونده است که همین آبای کمبغل ها گرفتی. آخی این کمبغل ای آب نمیخورد، کمبغل ای آب دریا میخورد. آخی این آب رو هیچ که نمیخورد و هیچ که در کار نیست. این آب تگ زمین است، کمبغل تگ زمین آب گرفته نمیتوند. برای همین کمبغل با هم با آب میتیم ما که بردیم آب در کمبغل ها میتیم. انا دستمون آمدگی آدم رو کمک میکنیم. برای همین هر خیل سفسطه ها رو ننویسید. سفسطه های شما برای خودتان در کار است، برای ما مهنت در کار است. آبادانی دولت، آبادانی مکان، آبادانی وطن در کار است. همداران عزیز در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.